این هفته جمعی از لاشخورهای شاعر مسلک برای پاچه‌خواری به حیات ریاست جمهوری رفتند. بزغاله حقیر که تریاک می کشد، آری به جسم ناقص عظما غیر بود. ای اسکل خنگ خبرگان ترشی، منفورترین امام، ای رذل پلید. هر جا که علف بود چریدیم به دشت، تا گور رود اران که این گونه چرید. 6 کلاسه دروغگو هم آمد و بساط شعر و ور برپا شد. این جمع هر یکی ز طویل خرآورن. گفتم خرآورن، غلط بود خرترن. من و چرک و شروکی این نظام، من و یک سپاه دیریم دارام. نشده است تا نفسم تمام، برسان یه امامه یک منی. پدر سیدعلی در آمد که هسته و بمب هم نیامد که تحریم گاز و پتروشیمی و نفت عظما هم کرک و پر ندارد که این نظام تا ابد نمی ماند. می شود کله در نهایت که می کند واق واق سیدعلی چنگ و دندان ولی ندارد که. مجلس بسیار آنگوزمانی بود. کاهش تورم رو همونطور که وعده داده بودیم در اشعار دیدیم. ما با همین جماعت مشنگ سالی 1 میلیون شعر و ور به هم میبافیم. در انتها هم بنده یک 2 بیتی تقدیمتون میکنم. رئیسی هستم و کارم دروغ است، تمام وعده هایم کشک و دوغ است. شدم من در کلاس 6 رفوزه، هنوزم جای آن ضربه میسوزه. منم آن طوله محبوب عظما، و نقشم هست چون گوشکوب عظما. مرا عظما در این دولت چپانده، چرا؟ چون چیزی از عمرش نمانده. الا عظما که وضع تو پتال است، کنون جای بیان این سؤال است. چو از صندوق مرا بیرون آوردی، نهار خیش خوردی یا نخوردی؟ شما نهار خوردی؟